همسر یه تاجر ثروتمند برای اینکه زندگی معمولی مردم رو تجربه کنه، هویتش رو مخفی میکنه و وارد شرکت شوهرش میشه. همون اولین سفر کاریش تونست یه پروژه 70 میلیون دلاری برای شرکت بگیره. سرپرست زن شرکت وقتی این خبر رو میشنوه از حسادت منفجر میشه. عمدن برای اون زن یه اتاق هتل 50 دلاری رزرو میکنه. زن هم فکر میکنه شرکت هزینه‌های سفر رو پایین آورده. اما وقتی وارد اتاق میشه و کثیفی رو میبینه، پول میده و یه اتاق لوکس توی یه هتل خوب میگیره. وقتی سرپرست میفهمه، ازش میپرسه که آیا برای هزینه سفر درخواست باز پرداخت داره یا نه. زن میگه هزینه هتل لوکس رو پرداخت کرده. سرپرست با شنیدن این حرف بیشتر حرصش میگیره. بهش میگه باید یه مقدار از پولی که به خاطر پروژه به دست آورده رو با سرپرستش تقسیم کنه. به گفته اون فقط با این کاره که زن میتونه زحمات شرکت رو جبران کنه. اما زن خیلی خونسرد جواب میده دارم از پول خودم خرج میکنم، به هیچ کس هم ربطی نداره. سرپرست که میبینه دیگه حرف منطقی برای گفتن نداره، تصمیم میگیره دفعه بعد یه جوری دیگه حال زن رو بگیره. چند وقت بعد روز حقوق میرسه. سرپرست وقتی میبینه زن 80,000 دلار حقوق گرفته، دیگه حسادتش کاملا کنترلش رو از دست میده. جلوی همه شایعه میکنه که زن پروژه رو از راههای نادرست و با رابطه به دست آورده. اما زن اصلا اهمیتی به حرفاش نمیده. اون فقط برای این وارد شرکت شده بود که بتونه وقت بیشتری رو کنار شوهرش بگذرونه. برای همین تصمیم میگیره به شوهرش بگه که میخواد استعفا بده. سرپرست هم که میترسه، عمدن شروع میکنه به سنگ اندازی و اذیت کردنش. خوشبختانه دستیار رئیس درست به موقع از راه میرسه. از زن میخواد به دفتر بره. دستیار فقط برای تحویل دادن کلید یه ماشین لوکس اومده. دستیار میگه این ماشین هدیه رئیس به زنه. زن هم همین که کلید ماشین رو میگیره حسابی خوشحال میشه. تصمیم میگیره فعلا از کارهای اشتباه سرپرست چشم پوشی کنه، اما همچنان به دستیار میگه که قصد استعفا داره. وقتی زن برمیگرده میبینه تمام وسایل شخصیش رو جمع کردن و بردن. سرپرست با غرور بهش میگه همه وسایلش رو فروخته و قراره توسط شرکت به عنوان یه صندوق ساخت نوجوانان نگه داشته بشه. زن از شدت عصبانیت میخواد به شوهرش زنگ بزنه، اما همون لحظه یه نگهبان با عجله میگه ماشین لوکسش خط افتاده. زن میره پایین تا ببینه چه اتفاقی افتاده. سرپرست هم از این فرصت استفاده میکنه تا دوباره براش دردسر درست کنه، اما این بار زن دیگه تحمل نمیکنه و یه سیلی محکم توی صورتش میزنه. بعد هم جلوی همه اعلام میکنه که اون ماشین لوکس رو شوهرش بهش هدیه داده. همین باعث میشه همه به هویت واقعی زن شک کنن. درست همون موقع مدیر مالی شرکت سر و کله‌اش پیدا میشه. اون دوست پسر همون سرپرست حسوده. برای همین جلوی همه میگه این زن فقط یه فارغ التحصیل تازه کاره و محاله بتونه پول خرید همچین ماشین لوکسی رو داشته باشه. زن هم به شوهرش زنگ میزنه و ازش میخواد این قضیه رو حل کنه.